وقتی نوبت به فهرست بسته‌ترین کشورهای جهان میرسه، یک کشور به راحتی در صدر فهرست قرار میگیره. کره شمالی که با جمهوری دموکراتیک خلق کره شناخته میشه، نیمه شمالی شبه جزیره کره رو اشغال میکنه. این کشور رسما در سال 1948 و پس از انتقال جنگ جهانی دوم به جنگ سرد به وجود اومد. اگه ساکن کره شمالی بودی و تصمیم داشتی از این کشور فرار کنی، شاید قبل از حضور کیم جانگ اون میتونستی. اما از وقتی که اون به سر کار اومده، مرزهای این کشور مثل زندان شده و فرار از اون بسیار سخت و محدوده. حالا میخوایم کمی از تاریخچه کشور کره شمالی و رهبرهایی که اومدن براتون بگم. کیم ایل سونگ با حمایت اتحاد جماهیر شوروی به عنوان اولین رهبر کشور ظهور کرد و شخصیت قدرتمندی رو آغاز کرد که رشد کرد و خانواده‌اش هم در بر گرفت. عنوان رهبر از اون زمان به پسرش کیم جونگ ایل و پس از اون به نوه و رهبری فعلی اون به کیم جونگ اون منتقل شده. در تلاش چندین نسل برای حفظ قدرت، خانواده کیم و وفادارانش یکی از اقتدارگراترین دولت‌ها در طول تاریخ مدرن رو بنا کردند. تسلط اونا بر ملت و مردم به این معنیه که کره شمالی ارتباط کمی با دنیای خارج داره و اغلب با مسائل مهمی مانند سوء تغذیه گسترده و فقدان تقریباً کامل آزادی بیان مواجه میشن. مرزهای این کشور مثل یک زندان شده. سال 2011 آخرین سالی بود که کیم جانگ ایل سر کار بود. تو اون سال 2706 نفر از اون کشور فرار کردن. سال بعد یعنی 2012 این آمار اومد پایین و رسید به 1502 نفر. این آمار همینجوری کمتر و کمتر شده و تا رسیده به سال 2020 که فقط 229 نفر تونستن از مرز این کشور خارج بشن. در این کشور هر کس گرفتار بشه با مجازات سختی روبرو میشه. کیم جانگ اون قبل از اینکه به قدرت برسه، در زمانی که پدرش هنوز زنده بود، مسیر رو برای حکومت خودش هموار کرده بود. اون از زمان کیم جانگ ایل یعنی پدرش تمام مخالفین رو پاکسازی کرده بود که یه موقع بعد از مرگ پدرش انقلاب راه نندازن. در این کشور برای فراریان احتمالی خطر دستگیر شدن مطمئناً در ذهن اونا بزرگه. در سال 2018 اسکات کیم فراری به یک بیزینس اینسایدر گفت او و مادرش توسط چین به کره شمالی بازگردانده شدن، چون که اونا حدود 1 سال به عنوان کارگر بدون مدرک زندگی میکردن. کیم به یک بازداشتگاه منتقل شد، جایی که او رو همراه 20 زندانی دیگر در یک سلول و یک توالت انباشته کردند. اونا مرتبا مورد ضرب و شتم قرار می گرفتن و معمولا به جای راه رفتن مجبور به خزیدن می شدن. با این حال معلوم شد که این نسبتا انسانی بوده، چون که کیم نگهبانان رو متقاعد کرده که نوجوان رو به یک مرکز پزشکی راه پیدا کرده. اگر اونا میدونستن که اون بزرگتره، کیم ممکنه به یک اردوگاه کار اجباری فرستاده میشد، جایی که اون در نهایت پس از دومین تلاش برای فرار به اونجا میرفت. کیم برای 3مین بار دستگیر شد و به یک مرکز نگهداری از زندانیان سیاسی فرستاده شد. اعتقاد بر اینه که این اردوگاه‌های زندان بسیار وحشیانه هستند، با احکام پایان ناپذیری که میتونن زندانیان رو در معرض شکنجه، گرسنگی، تجاوز جنسی و کار اجباری قرار بدن. بسیاری از فراریان متکی به واسطه‌هایی هستند که معمولاً به عنوان دلال شناخته میشن که پرداختی رو برای کشتیرانی افراد از مرز شمالی کره شمالی از طریق چین میپذیرند. بسیاری از فراریان متکی به واسطه‌هایی هستند که معمولاً به عنوان دلال شناخته میشن که پرداختی رو برای کشتیرانی افراد از مرز شمالی کره شمالی از طریق چین میپذیرند. بسیاری از اونا به کشورهایی مثل ویتنام و کامبوج به سمت جنوب سفر میکنن، جایی که میتونن با پرواز به کره جنوبی برن. کره شمالی به طور گسترده به عنوان یکی از بدترین کشورهای جهان برای قاچاق انسان در نظر گرفته میشه. به ویژه زنان و کودکان داخل این کشور هدف قاچاق جنسی هستن. کیم جانگ اون اولین کاری که کرد مرز دو کره رو به شدت محکم کرد، چون میگفت بیشتر خائنین از این مرز فرار میکنن و وقتی وارد کره جنوبی میشن ضد کره شمالی حرف میزنن. کیم جانگ اون اشتباه میکرد. بیشتر فرارها از مرز چین بود. مرز کره شمالی با چین 1400 کیلومتر طولشه که در اصل 2 رودخونه است. بیشترین قاچاقی که از کره شمالی داخل و خارج میشه از مرز چینه. چین از بودن کره شمالی خیلی راضیه، چون وجود کره شمالی باعث میشه که آمریکا هم توی مرزهای شرقی چین وجود نداشته باشه،
چون کره جنوبی با چین مرز نداره. دوست عزیزم حتما کانال رو سابسکرایب کن و این ویدیو رو لایک کن تا این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. این موضوع تا سال 2000 ادامه داشت، اما از سال 2000 به بعد چین خشمگین شد و به کره شمالی گفت مرزتو ببند و ارتش رو فرستاد کنار مرز. و چین تهدید کرد هر کی تو خاک سرزمینمون بگیریم تحویل میدیم کره شمالی. با این تهدیدا بازم رشد فرارشون کم نشد و مردم بیشتر شروع کردن به فرار کردن. تا سال 2011 کیم جونگ اون به ارتش چین بسنده نکرد و گارد خودشو فرستاد. در این کشور اگر محکوم به رفتن به اردوگاه کار اجباری بشی، خانوادت هم باید همراه بیان، یعنی اگه خلافی بکنی تا 3 نسل درگیر میشن و مجازات. امکان فرار از کره شمالی دیگه خیلی غیر ممکنه و شاید عددش 2 رقمی شده باشه. حتی زمان کرونا هم به نفع کیم جونگ اون شد و مردم رو توی خونهشون حبس میکرد. نظر شما راجع به رهبر کره شمالی چیه؟ حتما برام نظراتتون رو کامنت کنید. کهکشانی عزیزم، برای دیدن ویدیوهای بیشتر و دانستنی‌های روز حتما کانالمو سابسکرایب کن.